اشک می‌ریزند و یکدیگر را به آغوش می‌گیرند و دعا می‌کنند. بازگشت صاحبان خانه‌های ویران شده در جرانواله پاکستان. ادعای آنکه دو مرد مسیحی در اینجا به قرآن، کتاب مقدس مسلمانان، توهین کردند باعث به خشم و اعتراض صدها مسلمان شد. در حالی که اعلان حمله به ما از مسجدها بلند می شد، پلیس 10-15 دقیقه وقت داد که اینجا را ترک کنیم. جلدی چله جائیں. مسیحیان جرانواله میگویند خانه‌هایشان سوخته و خاکستر شد و همه آن چیزی را که سالهای دراز جمع آورده بودند از دست دادند. باید دخترمون را توی میکردیم. برایش زر و زیور خریده بودیم. همه این پول نقد، تجهیزات برقی و اشیاء ساختمانی را که برای بنیاد خانه گرفته بودیم دزدیدند. کلیسای کاتولیکی ویران شده است و مسیحیان اینجا دیگر مکان عبادت ندارند. مسئولان حکومت ضرری رسیده را حساب میکنند. هر یک عائله کمش از 700 تا 1000 دلار زیان دیده است. بعضی ها بیشتر از 5000 دلار ضرر دیدند. بعضی از زنان و مردان زیر آسمان باز و در هوای گرم اشیای باقی ماندهشان را پاسبانی میکنند. روحانیان از کلیسای شهرهای دیگر برای ابراز همدردی می آیند. آنها عدالت می خواهند. از حکومت پاکستان درخواست می کنم که نه تنها اظهار تسلیت بکنند یا محکوم نماید، بلکه راه حل مناسب را یابد. تا وقت شخصان گناهکار در این قضیه جزا نگیرند چنین عملها ادامه خواهند یافت. در گذشته نیز در پاکستان چند حمله ضد مسیحیان اتفاق افتاده بود، ولی مقامات به آنها کمتر واکنش کردند. بد اخلاق‌ها با رفتار خود تصورات نادرست را درباره اسلام به نمایش می‌گذارند. ماموران پلیس شهر جرانواله را نظارت می‌کنند، ولی ساکنان می‌گویند که دیگر هیچگاه خود را امن احساس نخواهند کرد. آن چیزی را که از سر گذراندیم از یاد بردن نمی‌توانیم.